برادر عزیز لطفا میگفتید که مقصد تشریف آوردن شما به سامانه اویلتیجی در چیست؟ سلام علیکم. من شهروند محله 103 مقصد من همینه که بیام پدر و مادر خدمت که سوال چیم که مثلا چی به پرفته رفتگم همونجایی که تولد کردگم پرفته رفتگم رفتم همونجا دختر رو هم پرسیدم لکنم یکون دانی نیست مثلا یفتر نتونسته همون میخوام که مثلا پدر و مادر ما بیام. شما چطور فهمیدید که شما فرزندی اصلی پدر و مادری که تا به این سن و سال شما رو به وای رسوندن نیستید؟ در سن 12 سالگی من فهمیدم مثلا توای خودم اومد که اپام دا گفت که مثلا همین دودار تا کلون کدگی همین سلسام 12 سالگی من فهمیده بودم. خیلی دلم دا میگفتم که چیپا که مونا نیستم. من یکون کس نفهمیده بودم. خیلی خونگی میگفتن که در تقویات یا بابا دامونندی میگفتن و پدر و مادرم سن سالشون گذشتگی مثلا نخواستم که یکون وای نشود 10 سالی نوزی 22 سالش گسم و با این 10 سال دا یکون کس دا یکون چی نگفتم لیکی میخوام که از یک کلون شدم و که هر خیلی فکر و عقیده در سره میخوام که همین سوالای خودم جواب بیام که چی با پرت افتن لیکن با بعض گپای دیگه فهمیدم که وای راسته نه همون وقت که مادری که خودم تولد کردگی همون وقت مثلا ای اوچای ماده 100 دلار دا فروختگی گفته فهمیده بودم لیکن نبو عمیق نیست نمیدونم اوچای خودم با قریبی ما پرسید مرا کلون کرده بودیم پرفته رفتگم خیلی جنجال شد ما فهمیدم شونن خیلی اوچام گفت که خیلی ها بچم ترامو کلون کردگی مرا که ما فرزند محتاج بودیم اکای ما دیر تولشتگی ما باید 10 سالاییم که اینم تولشتگی مرا همو کلون کردگیم گفتن لیکن اوچام میگفت مثلا که نگفت که اوچام گفت که هم قد چیزا گفت که تا همین بیمارخانه همون شهر خلمون تولشتگی گفتن هم سنه که در پاسپورت توری همش مثلا دیر فرزند داشتگیم اگه نه در 8 سال تولشتگیم اگه بسیاری میگن که نبیرد ایسوس اوتام دا میگن نه نبیرد تو نمیگن نیست اوتام بچه ما میگه خیلی نمیدونم. دیگر همون باقی شما فرزند دارم؟ دارم. که فرزند داشتم؟ اکای کلونی ماسته بعد اپا ماسته یعنی همه از شما کلونتر هستن؟ همه مایدکیشون مایم. بعد چه به شما گرفتن؟ نمیدونم اون وقت اوچم کسال نشد دکتر میره شناس دکترشون میگه که هم خیلی بودک پرفته رفتگی شما میگیرین یا نگفته پیششون میگه که نمیدونم اونجاشه که هم پل دا گفتگی یا بی پل گفتگی نمیدونم این چیزه که خیلی میگه شوهرم قطعی مسئولیت کنم میگه میره و تمام میپرسه و تا میگه خیلی فرزند مسلمان باشه میگیرین در دنیا از بیسوم هیچی نمیشه این هم 100 دلار که خریدگی هم ایگه توریه نه همین خیلی فرزند رو بدن لیکن مادر ما کسال میشه دیگه فرزند رو شدنش ممکن نمیشه گفتستم که مثلا که اکای ما دیر تولد شدگی خیلی جدت کردگی مثلا فرزند رو شدنشونه برای همون فرزند محتاج میشه مثلا محتاج بودن برای همون کلون کردگی چند کس هم داره بودن؟ اوتام اوچام اکم اپام اولادور سه فرزند همسینفام دوستانم نمیدونست یکون کس نمیدونست لیکن در مکتب بسیار ما در سوال میشید که معلم سوال میدودن که چی به اوچت دیگه خیلی اوتت دیگه خیلی اکت زردی نه دیگه خیلی تا دیگه خیلی گفته سوال میدودن روسیگه به اون وقت نمیدونستم که من چی جواب دیم خواب میکردم معلم نمیدونم اگه ممکن یکون تقویم دایم بابام دایم مونانده میگفتم روسیگه دارم بدارم میسوختم مثلا که میسوختم خونه میومدم هیچ که مثلا ندونه گفته کمنت خودم در اومده گیره میکردم مثلا میکردم وقتی که ولی مراتبه دانستید که شما فرزندی اصلی پدر مادر دانستید شما خودتون چقدر حس کردید؟ خیلی بد حس کردم مثلا که حتی که خواستم که دست
با خودکشیم کنم مثلا نخواستم که دیگه فکر سوال می اومد که این دنیا دست نچید و تا اوچام دام در کار نبودم که پرفته رفتم گفته فکر میکردم نمیخواستم زینایی کنم خیلی 3 بار مثلا که کدگیم که نشید مثلا که دست به خودکشیم زدم مثلا که نشید ما اینجا برای همه اومدم که اوزی ما بسیار چیزه مثلا که فهمیدستم دیدستم میگم شرایط نداشت ما اولی که اودی در کلون شیدم اوتام روننده اوچام دوزنده مثلا اودی مثلا که بیورم میخوردیم نیورم نه لیکن خداوند رزقم که شرایط و همش دروغه یک کودکی مایده چند اوقات میخوره یا چی میکنه مثلا ما نمی اویله دینا کلونم کردم نمردم کلون شیدم من که مثلا فکر کردم این چیزام که مثلا تولد کردم مردگی یا چه مثلا یا چه میخوام که مثلا که همین چیزا نیخ کنم که بسیار مثلا خیش تباروی که سنسولشون بلنده مثلا میدونه که مثلا ما کلونم میپرسم خیلی خولا اپام اقلا نومشا بگین من دختر خونه رفتم اقلا نومشا میگن یا فامیلشا دونی ما یفتم در یک قدم موندگی بود که نوم فامیلشا نمیدونستم نیفتم سوالشون میتونم خیلی اقلا نومشا بدونین یا فامیلشا بدونین بگین ادرسشا من بیوم نمیگن نمیدونیم نمیدونم که راست میگن یا نه مثلا باید بدونه یک از یک خونه در سگم بیاریم که میگه یکی جا واری گفته میپرسن خونگی و مثلا که یکی جا واری با جوشا میگن که همی فلان جا ما گفتم آوردم این خیلی آدم آورده سه ممکن یک گب ممکن خیش تبور نمیشه که مثلا فرزندی کی بود یا چی بود ایکی جا گرفتیم گفته سوال بین خچون شدگه ممکن با جا میکنن اگر جستجویتان برار گیرد و رود که شما پدر و مادر اصلیتان رو یابید شما با اونها چی گفتنی دارید؟ پیش خیوش بودم به عقل بودم میگفتم که اگر ما مودامو را بیو میکشم میگفتم لیکن اوز کلون شدم راسیگه مادر خودم مثلا یک قضاب کتی کلون نمیخوام که دست به جنایت بزن راست من سوال بتم جوابای خودم ما بیوم بس یک سال پیش گفتن سرگرم با امید بودم لیکن ما علاج نبود مثلا اون ایگه پورا فهمیدم اوزه خدمه گویو که هیچ که در کار نیست گفته فکر کردم که اوتا او چمدم در کار نبودم پرفته رفتن یا پول در فروختن استوسه گفتم این دنیا در چی کاروی بد باشه ما همشه یک به یک میکنم تو که همین سبب قطعی تستر بمرم مثلا مالی که 12 سالگیم ده چی ارزو نیتایی که کلون دوش کردم لیکن بعدی که من این گپ فهمیدم اوزه هیچی در قضیقم نمونده ای حیوت زندگی کردنم یکم مقصد نیست پروسا میگم که خداوندم که نامد آفرده که ای کودکیم تولد شدگی مثلا که پرت افتن یکم کار میکنم میگم نامدی میکنن کتابی قرآن در دستشون قپید که گفت بچم نه کتابی قرآن مثلا چیزی که از ما گفتستم همون قد چیزا ما میدونم تدا گفتستم اگر مثلا که دیگه چیزا ما بدونم تدا میگه تو مداری اصلی ما گفتم میره پیشش یا نمیره این مدارم نمیگه که مثلا که بخلی کردم ایقه کلون کردم که یکی اوچاشا گفتسته این میره و گفته خیلی وای نکده اوچام چیزی که میدونیست گفته همون چیزا گفتن که 7 ماه تولد شدگی ما گفتن دکتر میدونیسته همین چیزا کیه چیه میدونیسته اوچام رفته پرستنی بود اما آدم قطعی افتنی بود لیکن او آدم همین سال خدجه وفات کرد و گذشت یک آدم همون مثلا 98 سال همون را دونده کار میکرد اما آدم موندگی بود یا علاج داری که پروکراتورا مثلا مراجعت میکنی سود قد دلو را میبرداره مثلا که همون چیسلو همون سال در کدام دختر کار کرده یا همون آدم را یفته ها همون فهمیده میتونی یفتسن تمام دیگه اون علاج نیست مقصدم همیه که از بسیار دیدستم که دخترو یا بچه تیز اویلا میکنن فرزندوش در پرفته میرن یا بانیسه در میرن ابورت میکنن از همین ویدیو را مثلا یا چیزا بینن کم ترک باشه همین عقلشون کار فرمونن پگه هم کودک کلو میشه لیکی در دلش نفرت میمونه مایل او بوده هم سوال جواب هم بچه هم سوال جواب باشه مایل او پگه پیش خداوند رفتگیزه سوال جوابی
тай қавра фикр کنم امور فکر کنم ما چیم که مثلا شرایط نداریم گفته بهونه میکنیم لیکن خدوام بته همه چی میشه. مخلصان سامانه آیل تیجه ما امیدوار هستیم که ابراهیم به زودی پدر و مادر اصلیشون رو خواهند یافت. تماشابینان عزیز، اگر در بین شما هم قسمت ابراهیم باشد و میخواهید که درد دل کنید، شما میتوانید که به سامانه آیل تیجه بیایید. оила тиҷи садранги зиндагӣ ба сомонаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед.